جمهوری اسلامی حکومت دیکتاتوریه. چرا دیکتاتوریه؟ چون رهبرش به غیر از شیعیان و مسلمان‌ها هیچ عهد و ناس دیگه‌ای رو قبول نداره. هر کی هم غیر مسلمان باشه رو میگه باید نیست و نابود کرد. این ویدیو رو ببینید. سلام علیکم. چطوره خانم؟ چند سالش بود؟ انشالله که به خاطر این رنجی که کشیدید به شما اجر بده. خدا انشالله این جوان عزیز شما رو با حضرت مسیح محشور کنه. مردم به زن خانه‌دار توشش بزنه بیکار نگاه کنه، در حالی که کاری که زن خانه‌دار میکنه از کار بیشتر مردمی که بیرون کار میکنن سخت‌تره. قربونت دست خواهد آقا دیگه مریض نمیشم انشاءالله. به خدا که هیچی نمیشه. انشاءالله. میفرمی فارسی بگین خانم. میگم اذیت نکن. اذیت خواهد آقا اذیت نکن. دستش نکن. نه من گرفتم دستش. از بس خوشم اومد از خیلی ممنون. خیلی کیک خوشمزه ایه. شما نمی‌خورید؟ بفرمایید. میوه باید بخورین، از این آجیلا باید بخورین. عید آمدین منزل شهید روبرت پلازا. بزرگترین رهبر سیاسی جهان اسلام کریسمس میره عید دیدنی خانواده‌های شهدای مسیحی. اینو بذارید کنار اون سردمداران دنیا که ادعای آزادی بیان و ادعای آزادی ادیان دارن. نه تنها از چیزهایی که براشون فراهم کردن با کمال میل تناول میکنه، بلکه به بقیه هم تعارف میکنه. سید علی خامنه‌ای گفت اینا نجس نخورید. سید علی خامنه‌ای گفت چون اینا مسیحیان نباید چیزی از دستشون گرفت. جالبی ماجرا اینه که میگه ان شاءالله با حضرت مسیح محشور بشن. شما ایشون رو بذارید کنار کسایی که ادعای آزادی بیان دارن و اسلام ستیزی میکنن، قرآن آتیش میزنن. همون هایی که بهشون میگن دیکتاتور توی کوچه پس کوچه هاشون مسیحی میبینن توف میندازن تو صورت مسیحیان. این تصویریه که از آقای خامنه‌ای نمیخوان شما ببینید. انقدر رسانه‌های اونوری با اراجیف و دروغ‌هاشون مغز ما رو شستشو دادن که کور و کر شدیم.